هلو گایز. شوهرم اینجا نگاه کن. ما داریم میریم استخر. اولین استخریه که آقا میخواد بره. درست کردم. بعد من میگه چرا دیر را میافتی. انقدر هوا گرمه. ببین چقدر عرق کردم. خب این شهر رو من خیلی دوست دارم. اسمش چی بود؟ زانفورد. ببین اینجا رو میگم خدایی اینجا عشق نیست. حالا هنوزم باز نرسیدیم به اون خونهایی که من دوست دارم. 16 دقیقه دیگه میرسیم. لکی نگو به من دیگه حسی نداری، من که میدونم شبا دلت تنگه. من واقعا اینجا رو دوست دارم. این اگه بخوام مثلا خونه بخرم به امید خدا دوست دارم توی همچین شهری باشه. زانفورد رو دوست داری؟ یس همسرم. یس اسخاد. آفرین. تیپایی زدم فسقلیه رو یه واسه شونه. اینم آبا خانومه بیدار شده. ما به خاطر این پشتی صندلی رو برداشتیم که حواسمون به دخترمون باشه. آبا خانوم داریم میریم استخر. پشت تنبل خانوم. این الان چجوری میخواد آب بازی کنه؟ میندازیمش تو آب. هی 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 هی. پیست مسابقات فرمول 1 اروپا اینجا انجام میشه. همه میان اینجا. پیست زانفورد معروفه. ما یه 5 دقیقه دیگه میرسیم. سلام علیکم مامانم. یه کم هم دیر رسیدیم. سلام علیکم اینا غذامونم سلام علیکم لبا اینا، سلام علیکم عملو اسی و ماریا فریا مریم و مینا، سلام علیکم اشرق و بالا با پایین و دور و برینا. برو بالا برو که جوابه، برو بالا برو که جوابه، برو بالا برو که. سری قبل رفتیم اونجا ماشین رو پارک کردیم. سلام علیکم مامانم اینا، سلام علیکم اینا و اونا، سلام علیکم اختر و شختر. اینقدر بارو بندیل داریم. نمیدونم چجوری هم گوشی رو بگیرم دقیقاً هم آوا رو ببریم. چجوری؟ جای پارکمونه. ماشین رو پارک کنیم. بذار ما وسیله مسیرها رو جمع کنیم. دوباره فیلم میگیرم. عشقم ببینمت. صداها رو میشنوید؟ گفتم به فرمول 1 اینجا. آره. تیپای من نگاه کنین. یه نما هم از من و آوا جون دختر مامان. داریم میریم به استخر. حتی شورت هم نپوشیده. خجالت بکش. بیدار شده تازه خواب. شما برو، من پشت سر شما میام دارم فیلم میگیرم. پاره نشه تیوپم. شوهر عزیزم. Maar dan deed hij gleich auf dem Fahrrad mit dem Bio, zodat het niet gebeurt. Nein, das ist nicht so. Wenn wir das sehen, dann haben wir es. Okay, ja. Auch in Holland, in Algemeen is. Wenn man schaatsen loopt, kan man naar Brussel. Zo, nur auf die Terrasse oder in. اومدیم اینجا. بابا دیزنی تاس شده. آره بلیت بگیریم. بپرس چند الان داریم تیوپ زرده. ما گرفتیم. میریم داخل. بیا پاپا.
میخوام ورود اینجا رو فیلم بگیرم. گیم این بر بود. دوربین تکون میخوره چون فکر کنم اینه یا این بره. اینجا دارم میرن، دارم تو اینجاست. نه اینجا فروشگاه. آوا هلو های سلام آوا. آره آوا خانوم بیا بسکیله آوا. سلام. اصلا تیو پیو بیسی باباش بسکیله سوری آوا این بسکیله دوست داری های خان. بابا که توت بسکیله زیرمه خوبی بوده. بیارش نزدیک. خوشت اومد؟ آره؟ دوست داشتی؟ خوشت اومدش؟ از این حولا داره آبا هم دیگه. آره سرش میکنه تو کیف نارنجی هست. سلام. سلام خانوم قشنگم. رفتی استخ خوشت اومده؟ آوا رفتی استخ خوشت اومده بود؟ دوست داشتی؟ داماد اوکی مارمون گروه فان جبن دوست فان من. خیلی خوب بود. اون قسمتی که ما دوست داشتیم رو بستن، ولی خب بازم خوش گذشت. آبا اینجا نگاه کن مامان. دوست داشتی؟ راضی بوده. اینم یکی از سرسره هاشه. خواهش میکنم مزاحم وقت من نشید. من ریلکس کنم. من هر روز عادت دارم بیام تو آب. مادر و دختر نگاه میگم مادر و دختر. فعلا خدا خوبه خیلی خوبه. من عادت دارم هر روز خیلی خوبه. حتما انجام بدیم. ریلکسیشن. بابا کن حتما انجام بدیم.
واقعا شد یکی. استخرمون تموم شد. خیلی خوب بود. خیلی هم خسته شدیم. بچه که اصلا بیهوش شد بچه‌م. 3-4 ساعتی داره شنا میکنه تو آب. یعنی بگو اصلا گریه بکنه این بچه. یه بارم گریه نکرد. بچه منه، دختر منه. خیلی خوب بودش. فقط اون قسمتی که ما خیلی دوست داشتیم، من به عشق اون اینجا مامانم که داره بلند میشه زشت شده. اون قسمتی که من خیلی دوست داشتم بسته بود. ان شاءالله سری بعد. بذار اینجا هم بهتون نشون بدم. I love you guys. I have so much fun. This is my cousin. I love him. Yes. اینا هم اون ماشینایی که میتونن اینجا کرایه کنن. ساحلیه با اینا میرن تو دهکده. آره پس خیلی احتمالاً بزرگه دانیال. دهکده ساحلی زاندفورت دیگه. مثل شما که میرفتی دهکده داشت اینجا هم اونجوریه. حساب کن پاپا داره خونش اینجا بغل ویلا دهکده ویلا. خدایی این شوهر من عشق نیست. خدایی بنویس خدایی. خدایی شوهرت عشق. چون خودت عشقی فدای تو بشم. عزیز دلم فاطمه لباسشو ست کرده. دیگه نمیذارم موامو کوتاه کنی. من کوتاه میکنم یا یکی به من میگه موامو کوتاه کن. کدوم دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.